موکا موکا خرگوشه، همیشه پر از جوشه. موکا میاد با شادی، قصه میگه هر باشه. سلام، من موکا خرگوشه هستم. بریم که با هم داستان امروز رو ببینیم. این قسمت خرید لوازم تحریر. موکا جون، کجایی دخترم؟ بیا که یه خبر خیلی خوب برات دارم. آخش مامان جون، من اینجام تو اتاقم. چه خبره؟ موکا جان، مدرسه ها نزدیکه. باید بریم برات لوازم تحریر و لباس بخریم. جدی میگی؟ من عاشق خرید لوازم تحریرم. چه خوشگل شدم. تازه کلی ذوق دارم، چون قراره بریم خرید. مامان جون، اول چی میریم بخریم؟ اول میریم برای تو لوازم تحریر بخریم. اینا رو ببین موکا، چه دفتر و مداد رنگی‌های قشنگی. وای آره، خیلی خوشگلن. مامان، حالا میریم کیف بخریم؟ آره عزیزم، حتما موافقم. وای آخ جون. خب دخترم، کدوم کیفو میخوای عزیزم؟ این یکی بنفشه، خیلی خوشگله. میشه امتحانش کنم؟ آره عزیزم. وای، این کیف چقدر بهت میاد. آره خیلی قشنگه، عاشقشم. بفرمایین، این مدل فرمو برای مدرسه دخترم میخوام. بله ممنون. از این سمت بفرمایین. مدلی که میخواین همونجاست. واو. وای موکا جان، این لباس خیلی بهت میاد. عاشقش شدم. خب بچه ها، من و مامانم و خواهرم داریم میریم خونه مامان بزرگم. فعلا خداحافظ تا بعد. ممنون که تا آخر همراهمون بودید. لطفا لایک کنید و دنبال کنید تا بازم همدیگر رو ببینیم.